بعد بیرونشوی بریتانیا از اتحاد اروپا، هزارها مهاجر از آسیای مرکزی برای کار موسمی در این کشور امکان یافتند. صاحبان خواجگی‌های کشاورزی بریتانیا میگویند اگر امسال نیروی کاری از خارج نیارند، حاصل میوه و سبزیجاتشان در کشتزار و باغ‌ها پوسیده نابود خواهد شد. حکومت بریتانیا تصمیم دارد امسال برای جمع‌آوری میوه و سبزیجات به 40,000 مهاجر کاری روادید دهد. در این رویخط تاجیکان با نزدیک به 1,000 اجازت کاری موسمی بعد اوکراین، روسیه، بلغارستان و بلاروس در جای پنجم قرار دارد. یک مرد کاری 25 ساله ازبک در منطقه میلتون به رادیو آزادی گفت در روسیه به حساب میانه ماه معادل $500 آمریکایی معاش میگرفت. در بریتانیا باشد $1,500. این جوان از ولایت مرغلان ازبکستان افزود در روسیه خف داشت که کاردهنده پولش را نمیدهد، ولی در بریتانیا زیر حمایه قانون است. اما مهاجر دیگری که نخواست نامش آشکار شود ورقه معاشش را به رادیو آزادی نشان داده تاکید کرد که در یک هفته ماه آگوست و پس از پرداخت بیمه ملی $380 گرفته است. از این پول $72 را برای جای اقامت می گرفتند که یک حجره خرده در داخل وگان می باشد که صاحبان خواجگی‌های کشاورزی فراهم می‌آورند. پژوهشگر انگلیس کریستوفر اسلان الکساندر که سالهای زیادی را در آسیای مرکزی سپری نموده در این باره چند کتاب هم نوشته است، به این عقیده مردکار موافق است. کمبریج شهری گران نیست. در مقابل 1,500 فوند استرلینگ شما می توانید که منزل را با 3 حجره خواب و تشناب به اجاره گیرید و 6 نفر آنجا اقامت کند. اما دوستان مردکار من تقریبا همان مبلغ را پرداخت نموده 6 نفر در وگان به سر میبرند. به فکر من چون این حال خوب نیست. من از قانونگذاران طلب میکنم که شاید قانون را عوض کرده شرایط کاری مهاجران را بهبود بخشند و کاردهندگان وادار شوند که منزل ارزانتری برای زیست مهاجران فراهم آورند. الکساندر از وکیل مردمی این منطقه درخواست نموده است که مسئله را مطرح کنند، اما یک گروه خردی از مردکاران منتظر حل رسمی مسئله نشدند. آنها ظاهرا خلاف شرطنامه کار در خواجگی کشاورزی را کنار گذاشته با امید معاش و شرایط بهتر به شهرهای بزرگ رفتند. به قول همصحبت رادیوی آزادی، این عمل مهاجران را از چارچوب قانون خارج نموده با امکان فریب از جانب کاردهندگان ناپاک قرار می‌دهد. این دانشمند میگوید که دائما به عیادت دوستانش از آسیای مرکزی رفته تلاش میکنند مهمان نوازی مردم آسیای مرکزی را جبران کنند. من دریافتم که اینجا من میزبان هستم و آنها مهمان. کوشش میکنم که حتی در کارهای میده شده به مهاجران کمک رسانم. مثلا به آنها نشان میدم که چگونه کارت خرید غذای ارزان را در فروشگاه ها به دست آورند. آنها را با مکانهای زیبای شهرمان آشنا میکنم. آنها را به فروشگاه های ارزان میبرم. خلاص حالا همین کارها را انجام میدهم. برنامه دعوت به قانونچین حاصل کشاورزی در بریتانیا کمش تا 2 سال دیگر ادامه خواهد داشت و ساکنان جمهوری آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستانیا خواهند توانست که برای کار به آنجا سفر کنند. فردوس براتوف که بعد مردکاری 6 ماه از بریتانیا برگشته است، به رادیو آزادی همصحبت شده بود. کار کردن در اونجا به حد سوکه. انا معاشم خوبه، ایرسی هم خوبه. فقط گندگیش همین که 6 ماه. 6 ماه این انا تقریباتش کم در کمه. انا رسخود ما از اینجا رسخود میکنیم، ویزا میگیریم، راه میکنیم. این کلونه. اشوت خود همش اشوت خود آدم میشود تا 20,000 سوم رسخود میشود. مثل براتوف شمار زیادی از مهاجران از آن نگرانند که در دوام 6 ماه کار در بریتانیا چیزی بیشتر از برآوردن خراجاتشان کسب خواهند کرد یا نه.